و در گلیم دیگر یک چند نورسی که داریم در رفت نیروسنجی آنها رو هم به میدان دعوت میکنیم. قراری کار این باوری این باشد و تاجیکستان عزیزی ما همیشه شکوفان و سربلند 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جشن با شکوه جوانان فضل‌الدین را در نمایش چطورم اینجا میبیار شهریار ناحیه تیمورملک سامان شهر وحدت علی مردانو توفای هر دینو را نشد و عزیز محمد رحیم سرخانوف تشکر بدین انقلان شکلی گیری کنید دست آخرین هر دینو اسکندر نجم سلامت باشید به نفر دیگر گیرید خیلی مگیرید عزیزی محمد Ali rapar Ali Ami çatı Banaroz Sunnatullah Tibur-Malik Dalir Nahiye Dangara Yaktolim 200 somoni digar tuhfai har dono آنها و مکافرهای عالی هاپا نشد انایش عزیز هاپا میدان یک زیل کرد مخلصان در هیجان بودند نشد تشکر به هر دو مخلصی سرشمار دارد برای صمیمیت میدان و صورت باشد نمود کودککی گوش مختلکی معروف اصف میدان ای نمور دورتر بین خلاف سخنی باشد که بدرالدین دیده تیمورملک شما سید احمد شما سید احمد شما سید ابرون شما سید مختار چه چیزی سید به هر دو وقت دو یک تاین توفه هر دینا دو جفت است هاپا یک تنتنهی میدان باری تیمورملک در روند هنرنمایی کارمندان فرهنگ ناحیه کرامت نشد یک شبم شادی آوردن عرض سپاس و تشکر بار دیگر به همه ابرمردان تیمور نگاه کن ما مهم برای ما اینجا مکافات نیست نوروز کریمزاد چمپیون جهان در گشتین قزاق کورش ها انا کرده ها نجده یا رجب علی نامده یا امام علی نه دیده امام علی رجب علی و امام علی هر دو حق داد از ناحیه اولا به تیمورملک خوش آمدی نوری دیده از نام کمیته تدارکات برای قدم رنجه کردنتان در برزگان دوم حال هنرنمایی سید مختار و امام علی ناحیه 5 رو ببینیم خداوند تصابت کنیم تشکر
گل هاپا چی شد؟ دونه میبینیم دستی شروع کنه سلمان باشید با قوت محمد رضا با شریف نظریف با جون علا باز محمود چی شد؟ تشکر به حسین و بهرام رحمت کلان پرتافت ورزشگر حلال حسین و بهرام تو آزمایششون نتیجه نداد. خب کی دو گرفته بود؟ نه علم افروز برای دومو کی بود؟ علم افروز فضل‌الدین اعلام کنم میدم عقیبه دیگه عقیبه برای او بیا با دوستش بیا و عقیبه یکی از مهمانان خیلی ارجمندی ونج زرنیسار یعقوب جان باقیف این ورزشگر کمربند نزدیکتر آمد توفایی که ناصر برای تشریف اولین یعقوب جان باقیف یک چهره دوستان توفای هر دو امید به هر دو بخش شریف نظریف پهلوان خیلی شده با پشت گیرید بابا جان هم از شهر کورب این پهلوان هم خیلی میدانداری مشتی مرمانده این سوکو برادر عزیز آنم خیلی علی با همه مشکلی و موفقیت عزیز نگاه نکرده میگوید که من یک خواهش دارم در تیمور ملیک با حسین اسحاق زاده هنرنمایی کردن من آرزوی دلینم است یک خرسک زدنه کرامت الله تنتنه را برای هنرنمایی عزیز حسین کرامت الله باید موسیقی جنبش زینت ندهد مکافر چون معروف زینت کرامت الله برسانه یک قانونی 4 به 6 یک گفتند چراگاهی در بخشی بستان اوستروف به هر دو اقبال آمون کرد مخلصای عزیز یادن تشکر یک تا ببروید یک تا دراید یک جفت براید جفتی دیگر دراید خواهش میکنم است بابا جان و شریف پهلوانان شهر کولر در انا همان کنار راست میدانند مهمانای ارجمند ما باشند مرحبا با محمد رحیم سرخانوف اینجا شید داویه یا شیرش با سرخانوف هم طلبدار باشد مهمانای عزیز میدان از دل فضل‌الدین و عالم افروز هنرنمایی ورزشکران انا همین گلیم برای مکافات شایسته‌ای یک گل شاهدار 4 سال نشد امین جان خالف از شهر کولر اگر باشید دنبیه برای حسب ناکامی های میدان دیگر را گرفتن شما را طلب دارم عالم افروز و فضل‌الدین ها را در میدان نشد نه حرکت بعد از دستور اینجا هم باز
شهریار جان اینجا برو. خوش آمده برادر ارجمند ما فریاد شیخوف. خدمت به تیمورملک خیر مقدم. نشد کم کم باشد. این نزدیکتر به ورزشگر بیاید. طبق گرفتگی برادر عزیز این هم نفر موفق است. آنای مهمان بابا جان و شریف پیشتر بیاید. یک قدم پیش بیاید. یک قدم پیش بیاید. یک کلون توفای هر دینو. خوش آمده به تیمورملک. قدمت را نوری دیده. امروز هم برای درخشانه هنری شما که مردمی مهمان نوازی تیمورملک ننگان ناموس و وطنداری این پهلوان قطعی یعقوب جان باقوب من میدانم. هر دوشون در سطح قوه‌های مسلح وزارت مدافع تاجیکستان خدمت کردن. تمام بود شد خدمت دوام بدن. مردم اونو چی نگن ها؟ نشتور نجا لول پرتافت پهلوانی نوای رشت. هلو چه شد تقدیری مساوی هنرنمایی هر دو پهلوان. تشکر دست شروع کنید. رحمی خدا به این طبق همچون مدعی شهباز فرخوره تیمورملک جماعت دهاتی کمبود تشکر. وزنی از 60 کیلو بالاتر کنیم برادران. 66 73 81 90 100 پیلوس با بابای شریف نظری هست یادم طلبگار در مرحله اول شرکت کنم. یک علم کناری روز یک و چهر نشد. بینه که فایزدین وقتی زیادتر نشد مسئولیت مشورت سنگیرید مهمانه را امکانیت هید با شریف و بابا جان و آنایلو میشوند. تشکر فایزدین دران میدان.
خوب آنها نگی نکی قشنگ یک به هر دو بخت سعادت حسین حزب شریف وقت گرم شده که یک طرف درینده ها قرب بابا شریف اومد یک تا اون است که ملت مذهب است فرق ندارد پهلوی خوب یک جفت دو جفت سه چهار بهرام صوفیف شهر کولاب سعید جون ناحیه دوسی یک چاربوز یک قانونی دیگر توفای هر دینو شما گشتی نگیرید اما طرف را بندرسید تو اوضاع شد امیرشاید اینجا برسوق می شود اینجا سب می شود بحث می شود جنجال چی در کن نمیره یکم کس نشینه خیزه جای بحثه نه یکم کس نه خودت نشین تمام کس گینه تیز جو بجا کنه کی بای چه تشکر خیزین آنکه میدان کلا نبودم فورینا حلال محمد رضا قواتف پرتوفتش حلال میدان این طرف را نوروز کریمزاد با علی از شهر کولاب زینت میدهد همه شما را با تیمور ملک بوستون خیر مقدم میگویم تشکر زیاد بهادر داره یک پرتوف میشود بحثی زیاد به وجود میاد بعد این یک جهت صد رفته ایستاده است خواهش میکنم با کمال احترام بازش کارمنده آتش نشانی یک میدان آنچه گرد چنگش برطرف کنه پهلوان محبوب ناحیه تیمور ملک در وزن گران ابو شهنه‌ای سعید خان الله اکبر تشکر آنا ترتیبی گذشت کردنی راهی شاجایزه ها قبلگاه یکی از پهلوانان محبوب از جتاب خزیدک فرصت بسیار خدمت و نرزنده است مردم از استعدادی نوتکرار سید جمال همیشه افتخار میکنند و با افتخار سید جمال علی مردم امروز با علت آسیب دیدن انگشتی سومش در میدان تیمور ملک نمایی نمیکند یک ترسک سنید شما سید جمال از جمله جوان مردان است که در نیروسنجی با رقیبش نه وزن و نه درجه کسبی و نه هنر را طلب میکند سر خم و همیشه پیش مردم با تعظیم قدم می‌نهد از فروتنی این جوانمرد من به پدرش تشکر می‌گویم که مکتب قدیم سید مراد دولت رو گذاشتم مرد دیده سلامت باشد میدان تنتنه پشتیبی تیمور ملک را قواتف محمد رضا حسین و سعید شاه زینتی دیگر می‌دهند خورشید عزیزов ana maydoni bas barangez yanamino ki Xusrav Sharif Firgar बच्चे चुमका कह रहे थे یک تا قانون رنگی دیگر گرفت یک قانون یک دوستان چهره دیگر یک لباسای ورزشی در مجموع برای هنرنمایی ابو شهنه و بختیار به هر دو اقبال و برای و سعادت میدان داری آمین الله اکبر
نمیخه ترتیب نه تشکر جانب شهری کولون یک گوسفند ببینید 2.46 یک ادوال باز در رفت کلازمانی هنر اردوتانی به هر دو بخت و سعادت آمین انکلون میدان کرامت الله یک افری کولابی قطعی یک ترانه جالب هنر یک شبم میمونه تو زیر زنم بر لبی چمیونه تو شبم یک شبم میمونه تو زیر زنم بر لبی چمیونه تو باز کنم کشتینا انا ابو شانا حسن تمدن بابای شریف در برزده مدلی است در میدان سه توفه که گفت مرزندن های منطقه دور و نزدیک مرحبا خیلی کور نمیخیلی او گفت برای دمای وزنی گرانه با معروف میگه خدریزه را زرگر میدونن اینم برادر خیلی محبوب شهرجار تاجیکستان است محمد رضا قوتوف ای یک تبرزده تیمور ملک و نام نامی پهلوان خب این بچه هم فشکل گرفت این بچه هم ارزنده است هنرنمایشان جالب ممکن ملی ناحیه بوده شهر دوشنبه معروف ورقه در خسرو شریف به ادبی نکنه بچه پرستت نشانه پرخیده ترکیبی درست میدان همه خود نشان رفته چی بودن شا گیرید پهلوان محبوب تیمور ملک سید جمال علی مردانov سلامت باشید بین بابا ایست حسن عبدالله نزدیکتر بیار باور اینجا بیون فرمانده محترم حفظی حقوق خفابیم کیر تشکر عقیب سنه کی بچو نوبارو بگرد از نامی مقامی جای حکیمتی در ناحیه از نامی عروف حسایف نظام کریموف جمعه خان سفر سید احرار حسایف پرتفتی ادین سفرف حلو شرف نظریف تشکر کوران جان خورشید
یه بچه فقط خود تصمیم کردیم که متاسم باینا که خورشید تشکر باین پرتفت بحرم صوفیف حلال کار در این زمینه خوب انجام یافت. تشکر هنرنمایی فریاد شیخ و شریف نظریف در مد نظر اولی همه ما و شما قرار دارد. شما را در مرملی که اوازدار فریاد جان خوش آمدید میگویم و همه پهلوانان منطقه‌های دیگر کشور را دیگر خیر مقای شوخدار زم کافه در بسین هر آمده بسین به سنچه هوپا بعد خوب اسکندر دوبارین جاریه هر بتون هستادین سفارف پهلوان گرانبخش ناحیه کوالنگ باباکل هست الان برای میدان برهنه خدا هست بادل میخواد سعید مومن ناحیه پنج رحمی خدا ناحیه ونج اکا سودیا که اسکندر دور گردم دوباره فراموش نکنید که شما را ثبت دارن هم دور گشته هم نظر کرده ها بینید هنر خود دارد بگیرید اکا بدیگر کس گیره است باز میپره میگه چو کنم کار مجبوری نیستی که برکشید مجبور باید سبرید سعید و حسین فردوس شهر کومت سنت ناحیه تیمورملیک توفه هر دو پهلوان توفه با غالی دیده میشه به شما نیم میدان هنرنماییش را جلوتر کنید ولی دیگر نیست بیاق تروی بچه ترو میشی میبینم این برادره را کمیته تدارکات قبول ندارد. من فکر میکنم که هیچ کاری طرزی که باید پیشنهاد میکنم به یک اندیشه یک آدم نمیشود. اسکندر خلاصه این کار شما در همین موضوع این بر نفر دیگر گوش نگیرد. چرا که وای ورقه وای مکافاتش کنی؟ فریاد
اوخی خلاصگیری را باید پهلوان نکنه. ما دیدیم در میدان اوخی کاری بود از نظر دیگران است اینجا نخواد که همه آدم بیغرض داور بیغرض در میدان آورده که نیزه را از بین برد. هر یک پهلوان خیلی موافقه عقیده خیچ در اینجا جاری کنه کار چی فیلم می شود. من خواهش میکنم از فریاد شیخوف طبقه بی‌طرف بی‌صاحب نگذارد باید با مکافات دیگر هم در کار شود زن میکنیم ما شیخوف. لیکن این طرزی که به من معقول است و دیگران باید معقول نباشد این فکر من رجب علی دودسیر و هسته یا سه نفر دیگه سیمومی چند نفر بودن که اومده با تیمور ملیکی اوزادور ابو شهنه یا شما اینو شما جاتون دیگر کنید نباشه ابو شهنه سیدزاد پهلوان تیمور ملیک یا نوروز کریمزاد ناحیه تیمور ملیک یک یختان ارزشی 5500 فدیه سالی که اکای اسرار گوشیندهش بهتر انامی پهلوانا تنیس باز گفتم کلیچکاش حوزیم تنیس بازای نیزمه نه همه قدر خسکی میتره لیکن همه رو خود داره آیله علمها در وحدت نیو در تاجیکستان خیلی شهرت خاص علی شیر، منوچیر، خسرو خوش آمده با تیمور ملیک داستان اینا می شود محمد پهلوان دیاری پهلوان آفری روکی حق پهلوان ناحیه واسه چخل شد پرتافت طبیعت تانه توفه هر به اینو رو معلوم کنم و سعید شد پهلوان هنر خوب و عالی دارد اگر طلبگار باشد میدان از دلر استعدادش هم خیلی خوب است فیاض زحمت کشید عرقی جبین ریخت و ارمانهاش و دل حالا محفوظ نگه می دارد تنیس باز پرتافت حلال اینجا بیا اینجا ایشان برادر پدرکن است صوفیوف هر دست قشنگم
وزنشون موافقت نکنن این وزن این تره دایره سایچو این کو بگیری ما بگیم سبقه اعتراض بود بون یک گل ولی تا قانون گفتن همراه شد خوش آمده عبدالشاهد هم رقیب رو به تخت پشت افتادید یک گل زدد و توفه حربینو وقت و سعادت یارتون در تیمور ملک رنگ دیگر گرفت علی مردانوف ششم ادامه یکم تنیس باز انا کهرر یک کلونی 4-6 شاهرخ نهیه ویسی این اوسا چمپیون شدی؟ یا تو 17 سالو؟ تو 17 سالو تشکر به هر دو این برادرم دو غلبه دارد تیمور ملک سومون ششم بار است که به میدان می آید شهرتیار تاجیکستان سعید جلال سعید فقر طلبکار او پهلوان نفهمید چه غلطی نه فقط بخوالیم کار درنگی دیگر بگیره بردار دسته که بچه که تیمور ملک علی پهلوان شهر کولوب هر یک آدم انقدر وقت زیاد گیری بیستی تمام نزدیک شود آمین الله اکبر مطور کلمت الله رنگی دیگر رپتاکون کیا اوفر تشکر قربان توجه کنید همین گرمه که سه آنمه توجه کنید با کیف کنید میدانداری ها این طرف بینید با کیف باوری بیکار باشد شما نیست
باید حمدو چی به توفه جون یک گوسفند یک لطف پزشی علی شهر کن محمد نهوی تیمرملک باید باور به باید گوشی میگیرن فریا جان قدمت موریدیده عزیز مردم تیمرملک خوش آمدی Давай, знаешь, Дига? А что рафти? Dziawki, naród, dziawki, dziawki! Papa! Ama ştatife almadan alıyor. Ştatife alıyor bana. Biraz iyi lan Saray abi. دست آن همین جوان مرد محبوب ونجی فریاد شیخوف ورزشگر شناخته کولاب شهر شریف نظریوف درد را نبیند در میدان دیگر هم نماید پهلوانان شهرت‌جوی فخرالدین و سعیدچو در گلیم اخیر و همچنین نوروز امسال با نحوه حسین جریان دارد و مهمانان عزیز را بار دیگر خیر مقدم میگویم. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی نحوه تیمرملک افرادی در زیشتوستی این ناحیه معروف اصالوف نظام کریموف، جمعه خان سفروف، سعید بهر رسولوف، سعید جمال علی مردانوف و عبدالله کریموف امروز هم این ایدی با شکوهی گوشتین ملی را تشکیل کنند که همگان این عنعنه و شایسته این بر مردم یک کف کنید. باری دیگر پایگذاری شما که با تیمرملک آمدید قدمتان نوری دیده پای سر عادل سفروف میدان بندی این ساله را از ماه اپریل شروع کرد. هاپا نشد. تشکر با شریف و فریاد شیخوف.
حالا در میدان هست نفرانی که معرفی کردیم. شما ایراد بکرشکر با ابراز نجوش پرده ها در کندر ندیویم. استید امری دوور رو همیشه به نظر گیریم و قیمت و منزلت میدانداری امروزه رو هم به جای آوردن. این هم یک خصلت و باز هم اخلاق حمیده شما رو دیگر باره نشان می‌دهد. من تشکر می‌گویم بار دیگر به پهلوانان محبوب تاجیکستان فریاد و شریف که میدان امروزه رو خیلی زینت. تشکر به هر دو. سنت الله و یعقوب نوروز و ایرج خب هست داوری بکر هست سید جلال و دولت خب شما میگره که قربان انمی جفته نور برداره که نبینم سید جلال و دولت ها شما کی بای از اونا دوره نموش شیخ و شریف ها صوفی فو عبدالجبار پهلوان تیمور ملکی یک بخوفکا یک لباس کمپلیتی ورزشی نوروز تست از گیری ایرج شما وطن دارین امتیازاتون زیادتر است اگر نشد کار به ترتیب دیگر شکلی پیشینه رو میگیرن یعنی منظور از گفته من که مهمانان احترامشان را به جا بیارن امکانیت چون کیم که از راه دور آمدن گوشتین گیرن از ناحیه 5 امام علی و رجب علی کجا شدن؟ درود به حاجی محمد برادر قند خیز از جدیل مردم بین شما را با تخلص حاجیچه سکروتکایی خیلی عالی میکرد در دل و دیده مردم جای الهیده داشت 10 ساله ها میدانداری کردن خوش آمدید به تیمور ملک خودمت هم در خوالین خجسته باشد باوری دارم که همه این تیمور ملک وقتی سفر به دیهای همیشه سبزی خوالین دارم با برادر ارجمند اصلدین عین‌الدین فرد که سویان طولانی ما رو هم در همین میدان خیلی کمک میکردن سپاسگزارم از این آله که بسیارتن در سمت فرهنگ اعتماد صمیمیت خاصه نقش بزرگ دارن شما هم عضو کمیته تدارکات برای خدمت‌های شایسته‌تان عرض سپاس می‌گویم تشکر زیاد همه مهمانان را باری دیگر به ناحیه آوازدار تیمور ملک خیر مقدم می‌گوییم باورا و پهلوانایی که وقت کشای بدهند آگاهی دهید کار و سلکنی کم کمک رنگی بگیرد دو شاجر یک اسبی بازون آقدار بزرگی که ما دیدیم دل کس را بست احساسات زیاد باز روانه بکنند نه جدیدین شهر کولر ناحیه فرخار
یک چاروپوز یک لیبا سه کمک کزای خانه باباشم میگود تکیه کدای افیر اینجا همشون انمو ترتیب درست کنیم من با شما عرصه هم میگم که نمی بچه برای احترام تشکر نوروز جان بهترین انسان کامل نقص نه انم خیلی درست کرد نوروز صدقه احترام این در کادر باید کمبودیای ناحیه تیمورملک چل میشه انم خیلی درست کنیدم نوروز جورا که باکلاشکو را میگیریم اینه بو دردجان تکره هم برندگی که هم باکلاشکای تیمورملک جان کن دور چل شما تشکر تربیه را در سطح ضروری انجام دادی ثمرش امروز میبینی و شما هم سپاس میگوییم و والدینی که امروز فرزندانشان در میدان برای هنرنماییشان شرایط فراهم میکنند خدمت‌های شایسته میکنند این هم کار بس و افتخار است سلامت باشه براتون پالکوینی آره کار درست مردم عادل دارن شیخ اما کلمتون خیر شاکر اونم نیست عرض شما را دیگه اجازه نیست خدا وقت و دفردون پیاد مکمل شد بود یک گو یک بخوفکا یک فرمای ورزشی دیگر نه رای شیخ فدورای چست نه حالیت نه رای گپی راست میگه دستاتو فقط پیتانیه راست میگه ولی بیست خب یک دخوفکا 500 شمانی دیگر برای آنزم یک لباس ورزشی دیگر برای صمیمیت عربه و هم برای تشکر مردم اختصار کنید نوروزه ها کی ایراج نه که ببرینو خب درست دین خلاصه داره خب اقلب رفتیم خورشید عزیزه خورشید شما سرجلال حاجی بنده ها پرتاک پهلوان حلال افسران را دیدی در میدان نباشن او شپیدن در کاره کمتر سوسته روزه بقولی شما اینجا ایستیدو تا یک فرصتی میدان دوری پهلوانان مرکز اکای سودیا اکای سودیا که بدرک شما اینا گیرید بگیرم ای قربان با چرخبالش یک پروازی از فاصله دور تا بر رهای مرکز ناحیه تبلیغ
علی کبابیشه گیرم علی سعید جلو صمیمیت و صداقت انسانگری در نهاد آن همین اوله مجیدها خیلی اولاتر است. جهانگیر مجیدوف یک تا پهلوان سرشناس دلیدان فرد طبقه اکنون یک گل یک دخوفکا یک کلین کلام یک لباس ورزشی دیگر زن بر طبق پهلوان مرحمت مهمانان برومندی میدان تیمورملیک جهانگیر مجیدوف رفیق هنرال خدمت نور دیده مردم شرفمند و مهمان نوازی کی نصیر اینو چی تحیه که نفهم مردم دور تو خوفکا و بیو خب این پاک بشود مالک به هر دوز بخت و سعادت میدان داره خداوند جوان مرد که صمیمیت دارد فروتنی کامل و بپرورد همیشه شبم یک شبم مهران تو سینه زنم بر لبی چمن تو شبم یک شبم اما گنج تمام اکل دیگر داره تو سونمونه نا پرتوتی پهلوانی ناحیه موسیقی همه اوبیل یردم یک دیگر کنید شما رو تشویشانی تپچکاره طرفا که بقیش کنید ترجیم بره در سطح همانی نمودار میشه همین رو نشون میگیرم چی میشه بر ایجا پرتو ایجا ماما بهردین با خودمزمایی فریاد شیخ و عادل سفر توجه کنیم محمد رحیم سرخانوف اسلام علوان ناحیه بعد یک جفت دیگر میگیرند لباسات پوش یک قانون کلان ارزش عالی ترین و یک دخوفکا تیمورملیک حبیب الله ناحیه مومن آباد بازی بعد اینها Acá ali, ya tiene una sola. که پهلوانا اکنون صاحبکاره به ننگ و ناموس تیمورملیک معروف نظام جمعه خان سید احرار سید
عبدالله حالا برای هنرنمایی شما و همان بندی قبل بوده مکافات عمومی حالا با اصطلاح تمدن کرده فقط گوشتین گیرین مردم مردم هنرنمایی اسلام خیلی خوب کرد جهانگیر به میدان میآیم که سلام بسیارای مکافات پولی خیلی زیاده برادر عزیز فقط شما گوشتی گیرید نتیجت اعلان اسب و اشتر دو تاشا جایزه پهلوانا در میدان با همه زحمت و محنت هاتون قدر شناسی بشین سبخانه گوشتی گیرید تشکر آخ اسلام ها از بخی عمل دیگر همه همیشه ترتیب داور اسکندر خالصانه عادلانه عارفانه و پویانه کامل حواله این کار به دوش شما در نزد پروردگار و همین بنده هایش است به هر دو اقبال عمر شکر از فضای آباد وطن محبوب ما این سال با دستور هدایت های سرور ملت هاپا چی شد؟ خیلی همانی دوامتون سیومین سالگرد استقلالیت دولتی تاجیکستان را این میگیریم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تیمورملک صاحبکاران بلند و ناموس معروف اسارف نظام کریموف جمع سفرов سعید احرار اسارف سعید جمال علی مردانوف عبدالله کریموف برای ما و شما این تنتنه رو برپا کردن شیخ و عادل سفر و هنرنماییشون نتیجه انجام نیافت هر دو با نفرات در کروزمول میکنم تشکر معروف خیزه در جتون معروف داودار بید ثبتی ورطلیت دولاری سرشناس منیبت که به این کروزمول خیلی همبه بود شریف شما اینجا اسلام اینجا بیادن اسلام گلم اینجا ده ها خسرو هنگیر و شریف پیدا نشود اسکندر دور گشته ها چون طرف کمی رای من به توجهی همه مخلصان و سیار تلویزیون نبید در این ایلکاسی این چوربینی آماده خدمتم در صورتی پرتازهای بسترانگیز ما به نوارهای تکراری توجهی دیگرباره میکنیم که بحث شما از میان برداشته شود خواهش میکنم اما همین فرهنگ و فراست شایسته مخلصی شما واقعا هم پسند تشکر با مخلصا هاپا ایستد در رقابتی کرد محمد رحیم سرخانوف در گشتین کمربندی تحولات کرد برست
و در جودو در چمپیونات آسیا زمان نورسی برنده مدال نقره و بار دیگر بیرینجی هم شده بود. احسن به هر دو. یک ماشین جمع‌شویی چوکان دیگر در بالای ماشین جمع‌شویی احسان احزام احزام اما قرار بزنه ناحیه فرخور ناحیه موسی یک گل یک ماشین جمع‌شویی یک بازی ورزشی دیگر به هر دو بخت و داد یک خدا میدان شایسته پهلوانی را در تیمور ملک کسی که زحمت کشیده است نصیبش گردد. حلالش بود هر کی آب از دم شمشیر نوشش بود. تشکر. با کلاسکر اگه کمال احترام به جا بیارید نشد. میگم حیدر تنیس میگه دیدید آخر تخلصش نمیگه برادر عزیز یز نگوشین میگیرید جدیت در میدانشون میتید. سامان اموف در میدان تیمور ملک بار هفتم است که میبراید. این چهره رو همه میشناسد. محمد رضا عطف پهلوان از شهر دوشنبه 6 غلبه دارد. من فکر میکنم که هر دو هم سران حتی از این هم مکافات شایسته را در میدان امروز هم خیلی جهد و تلاش نگاه نکرده و جوانی خود هم نگاه نکرده امروز در مبارزه و مقاومت ابرمردان چهره های سرشناس و مانند شریف هنر نمایی میکند. قدر و منزلت و احترام میدانداری را هر دو خوب میدانم. احسن با شریفه که امروز هم با شهرت و نفوذ گشتینی جهانگیر در ردبندی بهترین های سیاره 2 سال قبل صدرنشین بود یگانه بود. امروز هم این پهلوان نوروز ببینه در فاصله و فرصت خیلی است. آنا عالم افروز و سعید شد ارزشی بر ورقش در دست داورتی محمد از ناحیه اکی سرباز قطاری پهلوان محبوب ونج کفکا یک لباس ورزشی دیگر تشکر به نظامی درست. من از کرامت الله خواهش میکنم به خاطر فرهنگ شایسته مخلصه نشد میگه خیلی جور که سعیدچهی سقطچهی چنبوککی سیر مخلص ترین و عالم افروز باش خیلی کرامت الله برای قدر و منزل شما مشورتی از دیگرشان هم مد نظر گذارید. اکنون کار خیلی رنگی گرفته است. امروز هم برای این نکاس در یکی از شبکه‌های با نفوذترین دنیا یوتیوب ارالاتیجی زورشپ را فروخت را همه این پرداخت ها
جریان میدانداری شما جوانه که با تاجیکستان محبت و صدا جودو را میان نورسان و جوانان خیلی خوب معرفی کرد. جهانگیر بعد چند فرصت از اکادمی جودوی آذربایجان به هیئت منتخب جودوی کشور پیوست و به این جوان امیدبخش کشور بخشان محمد رضا و دو پهلوان عالم افروز سعیدشاه هم تشکر سرمارو می روم ولی تجربه مکافات زود که در مقام سنجه میدان مکافات در تیمورملک صاحب شود. محمد رحیم چی شده این؟ بین نشد بین شما عادل و فرود در سینای شما من با احترام و به عرصه جهانی میبریم. استاد درجه جمهوریوی و استاد اتحاد جماهیر شوروی از ناحیه آوازدار بدخشان باور خوجاندجوف مهمان خودتمام است. حسب افضلی بورا ولی به اون مرحله را میرسیم. جوانان دیگر آهسته به میدان بیایید. به مرحله شجاعیزه این جفت منصوب نبود کمک کرد. هاپا تشکر. باور خوجاندی جفت خدمت خیر مقدم نوری دیده به مردم تیمورملک ارجمند از نام همه آن پهلوانان و صاحب جشنان و همه مردم تیمورملک شما را بار دیگر خیر مقدم میگوییم. دوست کنم فریاد شیخوف نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان مردم شجریده است. فردی که بیش از 17 سال میدانداری کرده است. هنرنمایی بخود ما هم با این برادر پوست بگوییم. تشکر از این. ناصر شیرخانوف دست پرور مکتب دعواهای زیاد چی برای اسب را هم خیلی زیاد کردن. یک چپالی هنرش هم خیلی بالاست. فخرالدین سعید جلال دانداری شدیدیم به هر دو اقبال برار یک ابتکار کلاخ خدا هر دو را اقبال زفر تدامین. تشکر. نشد. تشکر اسرائیل قدر مهمان واجب است. تشکر اسرائیل. فریاد شیخ هم همچنین تشکر. امروز محبت کنید شهامت و شکوه و نصرت جلال گشتین ملی گشتینگیری را پورا برخورداریم. تشکر به همه شما. همه به همه جایزه ارزنده
که علی مردانوف کجاده همون بچه ها کی جاشید امام علی در تیمور ملک خیلی گوشتینگیری را قپیسان ندارن دوستی هم داور اعتراض دارد هم رفیقی ایدانو به اعتراض دارد هم مخلصو گوشتینگیری تنی باشی با دست و دل گرم گوشتینگیری کارتو با نقطه آخرین بر یا مساوی کن یا ایلالازوی یا ایلالازوی همینه که خیلی ما یک کسا نگاه کنیم بیا کجا شدم بچه خیلی تشکر بگم که ایلت دارم خورشید عزیز و شاه جلال پیوندت شما در ردیف مبارزه هر دو ورزشگر انا میخیلو بیا سعی چه اینجا بود اگر نبراید تو غلبه را کی سعید شاه رحمت الله زاده محبتش در دل همه ما و شما جای دارد قشنگی واسگی پرتافتی گوشتینی دهنه چمپیون جهانی یکوتیا را این هم مخصوصا زحمت من است براستی که آن همه پرتافته در رکلمه میدان امروزه ماندن یک جهان سپاس واقعا عزیزی همه دوست ندارن نگاه که چی نمیگم اینا زیهی گوشتینگیری را از همین جوان مرد آموزید احسن نوروز کریمزاد سال 2019 در مسابقات قهرمانی قزاق کوراش به دریافت مدال طلا شرفیاب شد با این پهلوان هم وقت افتناشین سبکروی تمغایی پوزا اسکندری بچه های مقابل پای افضالاتون نگیرن شروع بشین اینا با کلاسکاتون یک طرفا کنه که همون جای ثبت در یوتیوب و در همه شبکه های دولتی و غیر دولتی شما را چهرهتون نشون میتین سعید شاه و نوروز کریمزاد فرگشته ها دور گشته نزدیکتر بیاید گفتگو را اینجا انجام کنید اکو تشکر هنرنمایی برای مکافات автомашинаи сабукравии истеҳсоли олмон опели хачбек байни
سعیدشو و نوروز کریمزاد. پهلوانان ناحیه 5 بسیار شدن، وزنهای گران هم حالا با امام قربان سعید شاه خب که ایرج میدان ترک کنه. تشکر برای احترام یک طرفی سه نچه که جو تغییر تشکر زیاد نوروز جوانمر میغلطه کس جوانمر کشتل جوانمر رو میگیره. اصلا یک خرسک زنه برای هر دو عزیزت. نوروز تشکر، خیلی هنرنمایی خوب، استعدادی شایسته و هنری هم نوروز و نیچه. من خواهش میکنم هر دو شما نزدیکتر بیارید. خزد معلم سبزالی خزد معلم عبدالله کریموف، معلم شما هم نزدیکتر بیایید. علی مردانوف معروف علی مردانوف اسکندرов کی استادی ورزش جمهوری تاجیکستان نایب تنیس عبدالله کریموف، شخص میزبان متصدی معروف اسایف سعید جمال علی مردانوف، ناصر حاجی سبزعلی، عکس از فرخ و پرویز صابیروف ها چه رحمت الله زاده تقدیم سازم به همش کمسک متنتن یک لحظه شادی میدان امروزه. کرامت الله بهادر سست جهانگیر نکردن فتووت و جوانمردی اصیل باید نمایان باشد. امروز مردم تیمورملک به خاطر سعادتمندی میدان شما جایزه ماندن. خداوند این لحظه هایی که برای ما و شما قیمت است در قلب مردم جا گرفتن محبت شما ان همین میدان را نشان میدهد. هر داخل اقبالتیا از حساب تجربه پهلوان شهرتیار است، از حساب جوانی ورزشکاری امید بخش است. خدا به هر دو بخت اقبالتیا هر کسی که زحمت کشید پاداش را رب العزت خودش میدهد. آمین. الله اکبر. تیار کنه که برای جایزه دوم از کارمندان ایکسی حقوق برای خدمت ها دعوت شدم. بار دیگر برای خدمت ارزنده شان تشکر. سلامتی و سرفرازی همیشه ما و شما در میدان های با شکوه. این هم باز از زحمت شبانه روزی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان منشأ میگیرد
در کجا چنین جایزه و توفه های عالی را آخر سبزری دیدی؟ هر یک حرکت پهلوان ناحیه 5 بعدی اندک ناصر بخت و سعادت زود پرتاف می شود. دلی من میگه یا درست میگم یا نادرست میگم. لبید کردن در کار هر یک لحظه هاپا نشد. این کار دیگر می شود. ما این گلیم مرکز حاضر برای مکافات اندک توقف کردیم که لحظه ایستیم. شما گوشتین گیرید فقریدین و سعی جلال و باز جفتی آخرینه که در گلیم دیگر است اونا هم نو کار شروع کردن. دیگر معرفی نمی کنیم. جهانگیر رو هم دید هنرنمایشونه. هر کسی بخواد به اینجا بیاید از فتوت و جسارت ما بندم مرکز توجه انا میکنه رحمت پدرت جوان مردی 38 ساله میدانی با شکوهی تیمور ملیکه احسن هم به جهانگیر همیشه محبت دوستی را تلقین میکنه. همه قدر جوان خاکسار و آرام طبیعت با تربیه سالم با صمیمیت وقتی جدا شده میدان امروزه برای شو جایزه مقامتون رسانیم که 20 دقیقه خود قربان فرصت های آخرین است. با زیبایی و شهامت طبیعتی تیمور ملیک توجه کنیم. تعداد مخلصان فضایی که امروز خیلی مساعد است. ما صاحبکاران انفرادی این ناحیه آوازه‌دار تشکر میگوییم و ورزشگری محبوب تنیس عبدالله کریموف که خدمتشان خیلی شد. وقت قیمتی خود را دریغ ندانستید. هم فراست مخلصی را در سطح بلند می‌آید. تشکر. Hoppa, bang, no. سالمی سخت است. هر دو پهلوان سعید رقابتی دولت چهنه شاید این سخی خود را پیدا کند. دولت مدرب ابو شهر ناحیه تکنیک که از همه تربیت گیرنده بیشتر مکتب های ورزشی در تیمور ملیک است. شما میدونید این رو من
از آمارهای کمیته کار با جوانان و ورزش دریافتم در وقتی تهیه و بررسی برنامه‌ها برابری دارد. خورشید عزیزов ابو شهنه و دولت پیگیری کن. اسب پدری یک شبم میوان تو چابک سوار انمو اسپایا حاجی عبدالله همای ای دو نرخی نکسیده بولده های 25,000 سامانی ارزش دارد. از نزدیکتر می شود با میدان مهیم شکافیس حاجی اسرار انمی خیلی ترتیب دو کسی دو جفتی که آمد هر دوشم نتیجه بخش نشد. بیا یک دقیقه بیا عباس و بیا رکی جایی کورا میشده حاجی عبدالله انا مکافاتی عالی و ارزنده که حاجی عبدالله کریمزاده تأسیس دادن و ابو شهنه در این جریان یکم دقیقه اگر فاصله پاوزه لحظه های چند توجه کنیم و آدم هسته همیت صورت آدم نکنید سلامت باشید. یک
کمیته تدارکات مسابقات از معروف اصحاب شروع کرده. پنجی گنجبار تاجیکستان از ولایت مختار کوهستان بدخشان تشریف آوردن. از نام کمیته تدارکات خیر مقدم میگوییم. برای تنتنه با شکوهی چاره‌بینی های بزرگی جمهوری تاجیکستان 30مین سالگرد استقلالیت و روز جوانان شما تا در باز این لحظه های تاریخی بلایق بگی جانویچ اشورف رئیس فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری که در ابتدا برای خلعت‌ها برای کار و نظام امروزه و سفربری هیئت مکمل داوران خدمت کردن ما جهان سپاس میگوییم که زیرا و گفتگو رو به میان آورد. این هم خدمت شایسته لایق بگی جانویچ است. تشکر به همه شما دوستان عزیز که طول 6 ساعت میدانداری و تنتنه گوشتین تیمورملک را با ما همراهی کردید. سلامت و سرفراز باشید. و سید جلال و عبدالشهنه سید زاده در به دست آوردن مکافات عالی برای کار تمنا داریم. نیزون کریموف، جمعه خان سفروف و چند تن ورزشکاران سید دویم دیدیم که این کار بعداً صورت گرفت. همه این به کوشش و به زحمت و فرد را جمع کردن کاری مشکل است و هزارها این علاقه خود فکر میکنم قهرمان است. تشکر به معروف خود دل سپرده گوشتین است و این میدان معروف که بسیار زحمت شایسته کشیدید. به عید جوانان در ناحیه تیمورملک هم جریان میکردن. پگاه نیز این چاره‌بینی با شکوه در تیمورملک به نقشه گرفته شده است. درد را نبینه. تشکر به کارمندان تلویزیون مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش شبکه اول در حضور خورشید عزیزов و همچنین قربان با چرخدالش بدرالدین ولیов و با شبکه آنها هم تشکر میگوییم که این عنعنه های ما را باز به مردم دیگر کشورهای سیاره معرفی میکنند. Acá sida sofa, sidia. Acá sidia. پشت از کامera کسی. برادران بعد گیل سرها و بندهای گوشتین ملی و در مجموع مسئولیت بله. Frau Schoef دعوت تشکر
آنایی بچه ها که نقص کن تزنی برتر بیال بست دامی طرف میگم موندمشون گمشون کردم و بچه ها همونجا را بینن یکم کس با جای کرپاچه استفاده کرده باشد با بیارش کن و بینن همونجا را این بسیار کاری سهلی نادرست نسبتی میمون هاپا چند دقیقه شیر انا هوا توزه شده شما بطور کنید که امام علی رحمه الله انا که این امین ها پای شما هم کارکار مخلصی کنید به پهلوانه رهبران بشوند